What's up guys؟ چطوری بچه ها؟ من حسام تیریچیم هستم. در رفقا چطوری؟ امروز میخوایم بریم سراغ میم های We Don't Say. شاید شما خودتون توی اینستاگرام دیده باشید یه سری اصطلاحاته که ما به زبان عامیانه‌مون میگیم ولی توی زبان انگلیسی یه جور دیگه میگن. امروز میخوام بریم سراغ اون میم. پس برو که رفتیم، ولی قبلش حتما اگه جدید هستید کانال سابسکرایب نکردید حتما کانال سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید و اینکه ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. اگه خوشتون اومد لایک کنید، اگر هم خوشتون نیومد که مجبورید لایک. کامنت، نظر، انتقاد، پیشنهاد، ایده، هر چی دارید تو کامنت برام بنویسید. مرسی. In Iran we don't say oh my god, we say pashma. Are you pashma? We say pashma and I think that's beautiful. بیا با پشمان بازی کن. بیا. In Iran we don't say she or he is successful. حالا ببخشید شما اگه من بد تلفظ میکنم. We say تا دیروز داشت میداد and I think that's beautiful. نکنید ما تو ایران نمیگیم مثلا پسر یا دختر موفق شد، میگیم این تا دیروز داشت الان واسه من اومده مثلا اینجوری. In Iran we don't say she or he. مثلا she or he. In Iran we don't say is distracted. We say سرش به باسنش پنالتی میزنه and I think that's beautiful. آقا تو ایران نمیگیم فلانی داره، میگیم سرش با پنالتی میزنه. In Iran we don't say nobody ask for opinion. We say گوه نخور. and I think that's beautiful. گوه نخور. In Iran we don't say you made a mistake. We say really and I think that's beautiful. تو ایران داشت نکن توی کلمه خلاصه میشه we made a mistake. We say really. خیلی خلاصه و مفید. In Iran we don't say fresh man. We say choster. In Iran we don't say freshman. We say choster and I think that's beautiful. ترمای اولی که وارد دانشگاه میشن بهش میگن چوستر. البته ترم بالا بهش میگن چوستر. توی ایران نمیگن تازه، میگن که فلان چوستر من. In Iran we don't say you're so cute. We say طول سگ. طول سگ. پدر سگ. In Iran we don't say if you go there I'll turn your life into living hell. We say اوکی خوش بگذره. معمولا اینا رو دخترها میگن. نکن وقتی دخترها حس حال ناراحتی داشته باشن یا اینکه یه شخص ناراحت یا دلخور باشن، امشب بیکارم با بچه‌ها شام میریم بیرون. ایراد نداره که عزیزم. نه عزیزم برو خوش بگذره. فقط برو ببین من امشبو چجوری برات زهر مار میکنم. دختره بدون هیچ معطلی میگه اوکی خوش بگذره. خانم‌های محترم که اگه این ویدیو رو دارن میبینن اگر موافق هستن حتما لایک رو تو کامنت ها لایک ایموجی لایک رو بزنن من بدونم واقعا دارم درست میگم یا نه. اوکی خوش بگذره. خوشگلم. In Iran we don't say I'm dating 5 other people at the same time. We say تو لیاقتت بیشتر از منه. آقا این جمله هم مخصوص پسراست. پسرا در موقع و شرایطی که میخوام با کسی کات کنن غیر مستقیم بهش میگن این جمله رو میگن عزیزم تو لیاقتت بیشتر از ایناست، تو به درد من نمیخوری، من لیاقت تو رو ندارم عزیزم. هر وقت این جمله رو از به پسر ایران شهیدین مطمئن باشین که خواهد با شما کات کنه. پسر اگه موافقید ایموجی اینو بذارن. In Iran we don't say I won't do it for you. We say ریدم برات. تکامل و مراحل ریدن توی ادبیات ایرانی خیلی تاثیر داره. یعنی شما میتونید در همه جا و در همه شرایط و طبق اون حال شرایط استفاده کنید. میگه in Iran we don't say I'm trying to get into your pants. We say بیا جرأت حقیقت. and I think that's beautiful.
اگر موافقید یه ویدیو در مورد جهاد حقیقت ضبط کنم حتما تو کامنت برام بنویسید پیشنهاد بدید که اوکی یا نه. In Iran we don't say network marketing, we say سلام رفیق قدیمی. دیدی بعضی از رفیقات بعد از مدت اصلا بعد از چند سالی اصلا پیداشون نیست. اگه بعد از چند سال بهت پیام دادن بدون حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است، بدون یه کاری دارن حتما کارش لنگه و تو میتونی انجامش بدی. دوستان اگه موافقید دوباره از اینا کامنت ها برام بذارید، مطمئنم که براتون پیش اومد. In Iran we don't say I really like your hair color, we say من جون میکنم پول در میارم تو بده من به مال سرت. تو بده برینم تو کله. I think that's beautiful. In Iran we don't say send nudes, we say حالا یه عکس قدی بده ببینمت. میگه که دوست دخترم بهم پیام داد گفتش که رتبه کنکورم خیلی بد شده و خیلی ناراحتم. عزیزم خب حالا یه عکس قدی بده ببینم. بلاکم. Susmaz. ایران we don't say art school, we say مدرسه تنبلا. چرا آقا میگیم به هنر مدرسه تنبله؟ کسی که میره هنر یه تنبله؟ من تنبلم. عزیز من هنر یک رشته فوق العاده خوبه. In Iran we don't say I'm in a relationship, we say نه این داستان داره and I think that's beautiful. هیچ کدوممون پس نمیدیم که ولی میگیم نه این حالا این داستان داره با این هستم این داستان داره and I think that's beautiful. In Iran we don't say long time no see, we say به نظرم یک کمی چاق شدی نه and I think that's beautiful. خیلی باحال این پیج خداست. In Iran we don't say you cannot get a pet, we say تو خودت سگی and I think that's beautiful. In Iran we don't say I don't like you, we say مثل داداشمی. انشا من میخوام در بیارم برای همدردی قلب مشکی توی کامنت بذار. خب In Iran we don't say I made at you and your fight. اینم جمله کاربردی دختراست و دخترها در موقع عصبانیت وقتی باهات قهر میکنن میگن اوکی شب خوش. بعد از شنیدن این جمله یا بعد از دیدن این جمله یعنی اوکی شب خوش، من دیگه پسرها اگه موافقی تا این جمله رو شنیدید تو کامنت ها واسم از این بذارید. In Iran we don't say I'm really scared, we say ریدم به خودم. مثلا ترسیدم میگه که من وای ترسیدم، مثلا وای خیلی وحشت زده شدم میگه که ریدم به خودم. دوستان بهتون گفتم این ریدم کاربردیه، مثلا این ریدم کلمه پر کاربردی ترین کلمه است تو زبان فارسی. In Iran we don't say popcorn, we say چوسه فیل and I think that's beautiful. کامنت یادتون نره. اگه کانالمو تا اینجا سابسکرایب نکردید حتما کانال سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.